میگه دوډای زما خوري تاو د صلاحخان نه دوډای زما خوري تاو د صلاحخان. یک آدم بود یک سگ نگاه کرده بود نان میدادش بعد میرفت و خانه دیگه میجفید. خب یک روز آمد استاد بستش کرد خوب زدش. خب سگه گفت دوډای زما خوري تاو د صلاحخان. گفت نان من میتم اونجا میری چیخ میزنی اینجا را نگاه کو. الله متعال نان رزق به ما میته عوضی که بگم الله را میخوایم رسول الله قرآن اسلام میخوایم میریم تاو دیگر را میکنیم. دموکراسی ما در افغانستان دموکراسی واقعی میخوایم چیخ میزنه. دموکراسی چیست؟ ان الدین عند الله الاسلام. دین پیش الله اسلام است. بعد میگه دوستی که فلانی میکنیم. سعی کن همو فلانی نان میتید رزق میتید وجود برات داده. چه غمی ظلم است نه چه ناسپاسی است. الله ای تو ظالما را با جزایش آتش جور کرده. نان هم میخوری و هم میخوری و الله وقت میتید بازی را میکشه پس از جانت میکشه کلشه دا آتش میبرید. خب نان خورده رایستی از الله حتی چشمی که الله داده را میبینی زبان لذت میگیری معده را الله برات داده گردا و قلب الله داده میری تابعداری دیگه را میکنی اطاعت از دیگه میکنی.